کمیته دولتی امنیت ملی نفری را در نویه وخش با گمان آماده و آویختن 5 پرچم سیاه گروهی دهشت افکن دولت اسلامی بازداشت کرد. از این مرد قربانعلی پرتویوی 31 ساله نام برده می شود که این پرچم ها را 15 فوریه در زیر بوم شرکت مربوط به برادرزاده سید عبدالله نوری آویزان کرده است. به تحقیق این قضیه همکارم مومن احمدی مشغول بود و نخست از اون میپرسم که فرد گمانبر با کدام هدف این کار را انجام داده است. شهلا، در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربانعلی پرتویف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرتالله سعیدوف، یکی از پیوندان سید عبدالله نوری سابق رهبر اتحاد مخالفین تاجیکستان، از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم‌های سیاهی گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم‌ها به نصرتالله سعیدوف هیچ ربطی ندارد، بلکه قربانعلی پرتویف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرتالله سعیدوف سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم‌ها رو به خاطر به اصطلاح پدسته در بالای بام او گذاشتند. مقامات گفتند که قربانعلی پرتویف باور داشته است که پس از آنکه که این پرچم‌ها از بالای بام نصرتالله سعیدوف پیدا می شوند، او را مقامات جزای سخت‌تر می دهد. ولی شهلا، مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضو گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است. خب مومن، برافروختن پرچم های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان رو چی تحریک می‌دهد؟ واقعا درست گفتید شهلا، سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچم‌های آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلامی را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوانها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستور به واسطه آنها پرچم‌های بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده، اون شکل داده و در خیابان‌ها و در جای‌هایی که با آنها فرمان داده میشد آویختند. این جوان‌هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان محض قربانعلی پرتویف میخواست این پرچم‌ها رو در بام نصرتالله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچمبرداران سابق گروه تندرو جزای سخت‌تر بدهند. فهمم. تشکر مومن. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتان رو بنویسید، پس به سامانه ما cw.azadi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید.